بارك الله فيكم. بله این احمد قوری جهمی کافر مشرک اخزاه الله خبیث کذاب در همون ترکیه سال 2020 جهل عذر است گفته مرا خوارج میگفت. لیکن قطعی من برآمد صحبت کرد، من حجت رسوندم، توبه کرد و بعد از این گفت که به من او یگون زن است، یگون خواهر است، من گیرم، من زن ندارم. ما یک برادر زنش توری کردیم، او برادر گفت که یک بار امتحان کنید، برادر گفت که یک بار نه امتحان کنید، امتحان کردم. لیکن این کذابین جهمی ها به خاطر دنیا شده در کار شود خوارج، در کار شود جهمی میشده است. ما کمی بی اهمیتی کردیم. من از این آدم سوال کردم که جهل عذر است یا نیست درش؟ نه. عذر المشرک حکمش چی؟ عذر المشرک حکمش کافر. حاضر پرسید نه نگفت میگد. دیروز یک دیگرش خودم قریب نگفت. اینها کی خود گپ گفتی کی خود نگفتی میگد. کذابین جهمی ها را ما فهمیدیم که به خاطر دنیا شده یا به خاطر زنگیری یا به خاطر مدرسیش پول مالش مذهبش دیگه کردین خبیث. من به گفت که من جهلم عذر نمیگم، عذر المشرک هم مشرک میگم. تمام. ما به این برادر گفتیم که برادر خود ما این برادر خودی های، لیکن من گفتم همینجا والله گفتم که برادر همین برادر عقیدش کمی پوسیدگی است، توبه کرده باشدم احتیاط شو. انا این دویم برادر با دخترت ته. این برادر گفت که من چیکن نباشتم طالب علم میتیم. این به دوت این جهمی منقی توفته در یک خونه 4 5 تا کودک کتی درس داده بازی کرده میگشت. لیکن بعد از این که این برادر میکروفون رو محکم کرد، بعد از این که این برادر دخترش داد، این برادر که یکی از برادرهای شناسی ما، برادر ثقه ما بود، ما هم این به باور کردیم که این جهمی این احمد در بین برادرها اینا پهن کردیم، منتشر کردیم. همه این موحدین به ما خبر دادیم. بعد از این برادرای موحدین این به نصرت دادند. بعد از این مدرسه شد. بعد از این لقبش چی برمد؟ شیخ احمد شد. بعد از این یک بار کفرش در زمستان سال گذشته کفر کرد. مراجعت کردن به محکمه های طاغوتی برای گرفتن حق جایز است گفته، کفر اکبر کرد. برآمدم قطیش زنگ زدم، بحث کردم. این سخنی من معناش دیگر گفت. این جهمی خوب است فقط سخنش معناش دیگر است. خیر دیگه من ضبط کرد حالی میپرتم گفت ما اینا که همچون صادقانه برادران معامله کردیم، در بین برادرها منتشر کردیم، در بین برادرها خیلی منتشر کردیم، ما تزکیه دادیم. این خطاگی ما بود. ظاهرا ما گمانمون نیک کرده بودیم و همون برادری که به این زن داده بود و ما یگون مراتبه قصخ نگرفته سر داده موندیم که همه جو برای کلامه. یک روز میخیزیم که ما را این خوارج، این کودک جهمی میگوید که همین احمد کودک جهمی مشرک میگوید که در گرد اطراف شما بوده انسان ها چی هستند؟ در گرد اطراف شما انسان ها بوده غلو میکنند یا خوارج هستند. تو کی هستی؟ تو احمقی، تو صوفی قبوری مشرک کافری که حال مسلمان شدگی نیستی. به خاطر زن گرفتنت، به خاطر آب رویت تو خبیث عقیدت دیگر کردی به من، لیکن پگش خستی با عقیدت با دیگر کرده ای. این خبیث به خاطر زن، به خاطر مدرسه آب روش عقیدش به ما دیگر کرده است. ما اینو منتشر کردیم همه جور. بعد از اینکه کمتر دید که همه اینا گوش میکنند، بعد از اینکه این فکر که همین برادرها ما میگن که چه خیلی هستن برادر بچه‌ها بریم، ما میگیم ولی بر میرد مادرش به دوسری کس میستاد اینا شخ میگه این فکر کرده است که تمام، این فکر کرده است که اكون ماشاءالله اكون این منهج خبیث پیش میبرد. بعضی برادرها گفته است که من شاگردون کتی همه طولی معده میکنم آینده شما خوارجو گفته است. این خبیثه. ما احمق نیستیم. ما میدونیم تو ازنمین عقیده باطل یا توبه میکنی زنت توی طلاق است. زن همین احمد جهمیه که ما همون خواهر داده بودیم زنش حکم طلاق دارد. همون زنش موحد قطعا زنده کردنش حرام است. همون باید رسونت همون زنبه. همون دختره که یک طالب علمه که درسای ما کتی درسای موحدین کتی کلون شدگی است، ما به خاطر الله و رسول این به داده بودیم. این زن طلاق خبیث مرض فکر کرد که ما خوب هستیم، فکر کرد که از عقب ما بازی میکند، ما نمیابیم. ما تو میابیم از این گجا نباشد. تو امروز نیستی فردا میابیم. کسایی که توی طرفدار میکرد قطعی نوها ما روبرو میشیم. مشرکین خوبسا شما فکر کردید که باباس چرزما
مدرسه سوز کردید، چرا برادرهای ما پیش رفتید، به واسطه تزکیه ما پیش رفتید. ما به شما خوب است و بیزنی خبیث شما بودی، زنای دخترای بهترینی برادرای دادیم. بعد از این برآمدی میگویی که شما خوارجین هستید. این غلو است. کودک 8 ساله به خوارجی را تعلیم میتی. بعد از اینکه زندار شدی، بعد از اینکه مدرسه کلون شد، بعد از این دیدی که ماشاءالله بیزنس رو نظم رفتیسته. ای خوبسای منافقین، قسم به الله از عقب این دین چگونه که شما به واسطه ما از این دین خوردید، به واسطه ما اینو از دین خورد. امین احمد قوری به واسطه دین، یعنی به واسطه ما آمد مشهور شد، به واسطه دین خورد، برادرای ما نصرت داد. ما نخوردیم، ما از بالای دین نخوردیم. خوب است، ما مثل شما پول جمع نکردیم، خودمون نخوردیم و نمیخوریم. این فخر ماست. اما شما خوب است به واسطه دین، به واسطه برادرای ما خودت مشهور کردی، مدرسه ساختی، خوردی، بعد برآمدی ما را با خوارج میگویی. قسم به الله روزی بود که برای خوردن نون نداشتم. والله اگر اینجا شاهد برادرها است، ادریس گفتنی برادر شاهد است. از برادر دین استفاده نبردیم. لیکن شما خوب است هر یک کودک به پول موندین. برادرها به من خودم نصیحت کردم یاردم کنید، کمک کنید. در آخر چیکار کردید؟ این منافقین خوب است در آخر از عقب ما چیکار کردید شما؟ غیر از ما را خوارج گویی، غیر از عقب ما کودک های اینقدر اینا بغض دارد، اینقدر منافقین کذابین مرتدین مشرکین است که کودک 8 ساله به تعلیم داده است که ابو محمد خوارج است. مرد باشدم مایلش، مردی کلونسال باشدم مایلش. ای برادرها، انمی صحبتو ضبط کنین، منتشر کنین. من یک خواهش دارم، برادران و خواهران که فرزندانتون در اینجا است، گیریم فرزنداره. برادران و خواهران که انا همین خبیث میشناسین، تکفیرش کنین. برادران و خواهران، کسی که دیدید که همین طرفداری میکند روش به توف کنین. کسی نباشد لبایش کتی گام میزنم، همین فراموش نکنین. کی همین دفاع کند بیارد من گام میزنم قدش. این لعنت الله خبیثه که مذهبی اهل سنت خوارجی میگد، خدا ما خوارجی میگد، صوفر مسلمان میگد و بعد از این با مورد تانه زده است به کدوم جماعتی. من بر صافشن نیست است که کدوم جماعتی سنیسون این خوب است زور بیاید تانه میزند. با ما چی کاری بدی کردیم؟ ای مردم چی کاری بدی کردیم؟ یک کس اومد گفت که من توبه کردم، باور کردیم. قاری هستم، زن ندارد، زن دادیم. من مدرسه به پول ندارم، همه برادرای موحدین گفتیم پول دادیم. من شاگرد ندارم، همه برادرای موحدین گفتیم شاگرد دادیم. اخیراً این آدم شاگردای ما فرستندگی را من خوارج گفته تعلیم داده است. کودک 8 ساله را و میلش خودش عذر المشرک که من تکفیر نمیکنم میگه 5 ماه فرصت دادیم، والله کتاب‌های ارسال کردیم. بعد از 5 ماه و بعد از کتاب‌های ارسال کردن این آدم چی میگه؟ من ولی این مسئله را حل نکردم. میگه من گفتم آخر آدمی کمترین علمدار 2 ماه به این کتابای من میخوند. آدمی کمترین علمدار، آدمی علمدار به 1 ماه بس است. آخر تو چه خیلی است که 5 سال بعد؟ نه من همینم میگه. من تکفیر کنم، من تکفیر کردمش به خودش میگه که خیر همین است. میگه این جهمی های خوب است برادر احتیاط شویم. با واسطه ما اومده بین مردم به میده رویند. ما این فریب دیگر نخوریم. ای موحدین این فریب دیگر نخورید. با واسطه ما اومده بین مردم به درآمد شناس میشند. با واسطه ما بیزنس میکنند، والله بیزنس میشدند. بعضش اومده قتیمو انا اینجا به اومده 2 بار 3 بار تزکیه گرفته، یا که با واسطه ما خودش تزکیه کرده، برادرای موحد به یهو رحم کرده، همین کارش و یاردم کرده شود. بعد از خانه دار شدن، بعد از جای کاردار شدن، بعد از مدرسه دار شدن، لقب شیخ شدن ما را میزند. برادر ما چی کاری بد کردیم؟ همه یاردم ما به اخیرش به میبرد جهمی ضد من زند، ضد عقیده اهل سنت میزند، ضد عقیده اهل سنت میزند. ما از این روز عبارت زیرکی ما 2 برابر با سخت شد، تجربه ما با سخت شد.
ما از برادرهای در پهلوی خودمو بودگی شطه خوردیم، برای که بعضی از برادرهای ما خودمو خطا کردیم که بعضی برادرهای دخترش گرفتیم به دادیم، ما نمیدونیم که حال این برادر چی میشد. همین برادری که دخترش به دادیم حال این برادر ما نمیدونیم چی میشد. ما به هیچ کس روی خاطر نداریم. ما نمی دین که خیر راست میریم، به بالای همه گذشته میریم باذن الله سبحانه و تعالی، به بالای همه میگذاریم. الله ما را روی خاطر بین نکند. الله از تو میطلبم روی خاطر بین نکن. غیر از وجه تو دیگر وجه نیست، غیر از رضاگی تو دیگر رضاگی نیست، غیر از امید تو دیگر امید نیست، غیر از جنت تو دیگر جنت نیست، غیر از ترس تو دیگر ترس نیست، غیر از نار تو دیگر نار نیست. قسم به الله تو یکتایی و تنهایی، دینت حق است و منهج دادت حق است. به همون ایمان آوردم و به همون تا روزی مرگم باذن الله میرم. الله ما را طالب المان اهل سنت را امتحان نکن. ما ضعیف هستیم، کوچک هستیم، ما را به فتنه گرفتار نکن یا رب العالمین. از فتنه ما را نگه بکن. اهل سنت پراکنده نکن. به خطاگی ما، به سادگی ما، به زودباوری ما، به رحمدلی ما، به آداب ما، به خاکساری ما کسانی که ما را فریب دادند، الله ما را به فتنه گرفتار نکن. الله این منافقین خوار و ذلیل بکن. این کفار مشرکین الله لعنتشان بکن که به کمر دعوت ما خودشون داخل کردند و به ما ضربه زدند. و ما را ای الله در روبروی این خبثا مثل صحابگان رسول الله ابو بکر و عمر و عثمان و علی و دیگر از مؤمنین و موحدین که تا امروز هستند راست بیدار. الله این روزی وزنین است، روزی سخت است، فتنه است، غضب است. روزی که غضب است که تو را کسی فریبت میدهد، غضب است که کسی تو را خیلی سخت فریبت میدهد. مشرکین تو را فریب میدهد. صوفی بیفشی صوفی ما را فریب داد. ظاهرا توبه کردن گفت بین مردم به خودش ترک کرد، خواهرها را گمراه کرد، برادرها را گمراه کرد. ما میدونیم که چند خواهرها را این خوبسا گمراه کردند. حتی آوازه از یک منطقه به ما رسید، از یک منطقه رسید که دیگر ما درس ابو محمد را گوش نمیکنیم، ابو محمد غلو کرده است، ما شیخ احمد گوش میکنیم. شیخ احمد صوفی است، شیخ احمد مشرک است، شیخ احمد آخر میگوید که من آذری ها را تکفیر نمیکنم. شیخ احمد میگوید که صحابه ها تعویل کرده ها، حرام حلال گفته ها را مسلمان گفتم میگه. دلیل آورده، خودش آذر المشرک است. حالی آذری را مشرک نگفتن یک طرف، آذر المشرک است. شیخ احمد صوفی را میگوید که طالب های تکفیرش به تفصیلات وجود دارد، من توقف میکنم. تو بگو که منهجش صوفی است، مشرک است، طاغوت پرستش مشرک است، باقی ماندش مسلمانش مسلمان است. این چی بازی بدین است؟ این چی مسخره بازی است؟ این چی منافقی از عقب ما است؟ ای مؤمنین و موحدین که در همین کارها قطعی هستین، براءت خودتون اعلام کنید، از این مشرک جدا شوید، وگرنه ما به شما براءت خود اعلام میکنیم. و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. از همین حاضر ظاهر شد بین ما و شما منافقین و مشرکین که ما را فریب دادید، احمد مشرک و دیگر از مشرکین که همین عقیده را دارند، عداوت و بغضا ظاهر شد تا روزی که ایمان به الله بیاری. از این درس خوندن حرام است، این طالب علم گفتن حرام است، این صوفی قبوری خبیثی که فریبگر است. در مدرسه این تعلیم گرفتن حرام است. شاگرداش که اهل سنت والجماعت خوارج میگن، این شاگردچه های بچه چاش همیش گمراهچه است. پدر و مادراش، ای برادرها، پدر و مادرها، فرزندهایتون که در دست همین خوندگی است، بیارید، شینانید، نصیحتش کنید، تعلیم دید، عقیده را فهمونید که طالب علم اهل سنت خوارج نمیگن. انا این از سخن ما منتشر کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شای خوب هستین انشاءالله؟ الحمدلله برادر عزیز. من به نام احمد یچکری میگم. شاید والله ما خودم شاهد هستم که قد یک برادر قدیش رو پرو صحبت کردیم
برادر پرسان کرد که امی دلیلی که اوزیره تکفیر نمیکنی چی دلیل باشه؟ و قول عمر رضی الله عنه آورد که یعنی یک صحابه عرق یعنی که شراب حلال گفتن می نوشه. عمر رضی الله عنه و تکفیر نمیکنه. عمر رضی الله عنه و تکفیر نمیکنه. در امی جایی که به قول و عمر رضی الله عنه اوزیری برآمد که به خاطر که امو عرق نوش که صحابه بود که عرق نوشید و مثلا عمر رضی الله عنه تکفیر نکرد و مرتد شد. عمر رضی الله عنه تکفیر نکرد به خاطر که مثلا قول او گزیری شد. یعنی که حلال گفتن نوشید. بله ما به این خبر اومده رسید، لیکن انا خود شما همینجا بدید همین چیز به شاهدی میتید شما همین چیز بله 100% شاید شما مردک شبید همین خیلی استید ما به بحث به دعوت میکنیم و مشرکه. من به اومده والله همین خبر رسید، والله همین خبر به من وقتی که اومده رسید دردی سر شدم، دیوانه شدم که چخل میشد که عمر و صحابه ها را عذری میگد که صحابه ها میگد و بخصوص در خلافت عمر میگد عمر اینها را کافر نگفتی این آن در همین اساس میگد، در همین اساس عملی عمر میگد کسی که مشرک نگد هیچ گپ نه. چرا؟ برای که میگد عمر هم عذری بود میگد. ای خبیث، ای مشرک، اولا تو احمق جاهلی که در دست صوفی چوماها خوندید، خود چوما در نسل چوماهای صوفی، تو نمیفهمی که این مسئله چه خیلی مسئله است. این مسئله علمی است. من قدری علمی تو رو میدونم، درجه علمی تو رو میدونم. تو احمق هستی، تو علم نداری، تو عذر بالجهل به علم نداشتی خودت توبه کرده بودی از دستی بنده. این مسئله اولا مسئله عرق، مسئله اصول دین نیست. اولا مسئله اصول دین نیست ای جاهل. ثانیا نظر بکن که همون صحابه که عرق حلال گفتن به نظر تو احمق عمر عذری شدن دوی عرق حلال گفتی کافر شد؟ عرق حلال گویندیش هم عمر عذر دادن، دو صحابه را عذر میدهی. در انا همین جا آیا همون صحابه عرق بالکل همه مسلمان ها به عرق آیا حلال گفتن؟ نه. و آدم گفت که عرق حرام است، عرق به همه حرام است، اما کسایی که جنگ بدر برفتگیند اگر عرق خورند ضرر نمیرسد. و آدم من اینجا خطا کرد. اگر و آدم عرق همه به حلال میگفت کافر میشد. و آدم عرق همه به حلال نگفت. و بعد از این سخن سلف چرا در زیر این قصه ننگشتی؟ چرا به سخن سلف نگاه نکردی؟ برای که تو یک عذری خودش عذری است. نه مرامت انا این گپش که عمر رضی الله عنه را عذری و این عذری است. شیخ و همین خیلی بین برادر رو فتنه کرده است. بله بسم الله. شیخ الله سون کنه از یک برادر هست که و ان شاء الله شهادت میتیا امر بالا کنه و صحبت میکنه. صحبت کاکیل. بله بفرمایید. کسی که بالا برآمدن اگر گپ زدنی باشه صحبت بکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ ان شاء الله بودم که گپ میزنه کم تر صبر کنید. بله نه این چیز مقصد ضبط شده است. کسی که صحبت کرده میخواد به خواهش خودش صحبت کنه. ما مقصد هیچ کسی دعوت هم نکردیم صحبت به خود این برادر خودشون. والله من این برادر دعوت نکردم بین این برادر. شیخ من میگفتنی من همین است که بله من یکی از انسان‌هایی که با این کس من در یک جو روبرو شدم. بله من هستم. خب اینجا البته که برادرهای اهل توحید نظر کنید این دین ابو محمد مدنی نیست و به این گفتم من شیخ رو تحقیر کردنی هم نیستم و شما فکر نکنید که معموی شیخ است. به بعضی ها فکر میکنند که فقط معموی ابو محمد مدنی است. اعوذ بالله. به همین خاطر من چی گفتنی هستم؟ این دین الله است. ما هر یک موحد وظیفه دار است که باید انمین گونه از دین الله دفاع کند و یکی از اون انسان ها من هستم. با خود انمین انسانی که احمد قوری شیخ میگم. بله واقعا چندین از برادرهایی که نزدیک من هستند از من سوال کردن که آیا ما فلان انسانی که در همون ترکیه هست با همونجا فرزندهای خود روان کنیم؟ الله اکبر. ای با اذن و اراده الله در یک جای در یک خانه ما رو با این کس روبرو کرد که برادرها جو به جو کرده بودن در همونجا. روبرو شدیم.
های روز از روز گذشت و بعدا ما راستی همین حرکت میکردم یک شیشته صحبت کنیم در بالای تعام که مقصد انسان اینجا گریخته میتواند. وقتی تعام حاضر شد نشستیم، بعدا صحبت آغاز کردیم. آقای شیخ احمد، انا تو در فلان جو مدرسه داری تعلیم میدهی، من فلانی آدم، من برادر محمد، بیا صحبت کنیم در مسئله عذر بالجهل صحبت میکنیم. تو اینکه من تو را از نزدیک شناسم که تو کی هستی، تو اینکه مردم از تو مرا میپرسن، مردم از من یعنی که میپرسند که فلانی انسان کی است چی است. بعد در همینجا صحبت آغاز شد در مسئله عذر بالجهل که آیا همین جهل عذر هست یا نیست. بعد بله گفت جهل عذر هست. بعدا انسان های مثلا جاهل عذر داده نمیشد، من عذر میتیم، دلیل چی هست؟ بعضی علما عذر دادگی هستن چی خیلی میشود. من سوال از اون میکنم و از من سوال میکنم. بعدا از کتاب خالد مرد الغامدی یک دلیل آورد که با یک گفته که خالد مرد الغامدی یعنی جهمی های جاهلش رو یعنی تکفیر کردگی نیست. الله اکبر. عیناً همین جهمی های امروزینه انامین رو دلیل میکنن، لیکن احمق های جاهل بیخبر هستند که خالد مرد الغامدی یک کتاب دارن که تکفیر الاشاعره، تکفیر اشاعره، با قصد کی؟ با قصد انمون دیگر در اونجا چندین دلیل ها رو میارن از ابو اسماعیل الحروی که میگوید که تکفیر الجهمیه به قصد الاشاعره، تکفیر جهمی به قصد اشعری ها. در همونجا میگن که من از سخنی که گفته بودم پیش از اون سخنم گشتم و من اینها رو هم تکفیر میکنم. الله اکبر. انا کن مکر و حیله اینها رو دیده استودید که اینها چه خیلی مکر میکنن، چگونه مکر میکنن که دلیل هایی که برای جهمیگی خود ربط دارد اونها رو میورند و دلیل هایی که با اهل سنت و جماعه موافقت میکنند اون دلیل ها رو ذکر نمیکنند. بعدا چی شد؟ بعدا بعد این صحبت این شخصیت گویم که در همونجا یک روز هم نو استوده، یعنی خیلی است مثلا یک انسان موحد از مشرک و کفار براعت میکند از یک جا میرود، اینها با یک درجه براعتشون از اهل توحید است که والله که شاید اگر یک یهود نصارا در اونجا می بود این سخن این حالت یعنی از اونجا نمیگریخت نمیرفت شاید. لیکن اینها این خوبسا این جهمی ها اینقدر نفرت دارن که اگر شاید این در همون جماعتی طالبان باشد اینها یک به یک ما رو قتل میکنند، یعنی امکانیت پیدا کند قتل میکنند. به همین خاطر شما از این خوبسا خود احتیاط کنید و در کجای دیدید این در روی این گونه انسان ها توف کرده باید بشود. بارک الله فیک شیخ، صحبت کنید. الله یستر. شیخ من از قصه ابو حلیمه در حیرتم شیخ که دلیل برادرش رو آورده است که هر دو یعنی برآمد دلیل از یک جا. بله اینو یک منهج داشت. این جهمی ها رو ما فهمیدیم که یک جماعت بود، یک منهج داشت. یک برادر گپ میزدگی هستن، بسم الله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا. بله برادر در مسئله کفر قاری احمد ما کم در میخواستم دبایت کنم. بله برادر جان ما قطعی وایش که صحبت کردیم در مسئله چند تا علمای خیلی عذری بعد مسئله طالبان صحبت کردیم. اخی وای طالبان را گفت من مقصد مسلمان میدونم مسلمانان و با ما چند تا کفرشون گفتیم مقصد حکم میکنن بغیر از حکم الله و مولا دارن با کفار دشمنی دارن با دوستان الله و پس همین قد دلیل گفتن 4-5 روز ما قطعیش مقصد صحبت کردیم گفتیمش و گفت نه ما او را دولت اسلامی میدونم برادر، مقصد نگفت مقصد تکفیر نمیکنم و گفت ما او را دولت اسلامی میدونم. بله بعد بله همین قبلا بله با چند قد مقصد قولی مویگا بودن که سبحان الله مقصد به مثل فوزان
چند عالمایی که بودن کفرشون گفتیم ما گفت که او عالم هستن به خاطر عالم بودن شما تکفیرشون نمیکنیم شو نگفت که عذر دارن یا یگان عذر و پذیرم نه و به خاطر عالم بودن شما گفت ما او را تکفیرشون نمیکنیم. عذری است اینو همین خیلی است. بله یعنی ببینید بله ببینید انا برادر من مثلا حضور نشناختم که کدوم برادر هستن. خیر الله هیستون کند شما وقتی که همین آدم شاید یک روز کمتر مردک شود و این جهمی ها همیش نامردی همیش ترسوی بزدل است. اگر بزدلیش کمتر باز شود شاید همینجا بیاد همین ایموبه شما برادرها بیاید همین جنده همین حادثه که است روش بگویید و ما در اساس شهادت شما حکمش میکنیم. حالا که خودی من نه در اساس صحبت شما تکفیر کردم، من خودم در اساس عملی خودم عملی شرعی منهجی 5 ماه صبر کتاب ها که این بعد برادرها شاهد هستند تکفیر کردیم. لیکن با اولای این کفرش با دیگر کفرها شاهد چیز است. این زن طلاق انا میخواد کار کرده شده است. شیخ الله یسون کنه امی انصاری میگه وای مرا خوب میشناسه در همون وقتی که کجاش صحبت کردیم من بدم یک برادر بود و پتون وای بود امی بانو انصاری میگه من ان شاء الله میخوام خیلی کش نمیده اما خیلی شهادت میتونم ان شاء الله. بارک الله فیک. بله این شهادت دادن اهل بدعت پیشش گرفتن این نصرت دینی الله است. برادر عزیزم این منافقین یک خصلت دیگری من منافقین به شما بگویم خیلی احتیاط باشید. خواهران برادران حاضر این طرف به تلگرام به صدای ما رفته است خواهرها هستند 50-100 نفر خواهرها گوش کرده هستند اهل توحید روز به روز جوشته هستند الحمدلله گپ گیجوبه. منافقین انمین شهادت دادن در ضد کفر برای دفاع توحید را نامردی ناموندگیند. انمین مثلا هم احتیاط باشید برادر عزیزم. این همین دوامی همین احمد مسئلیش دوام این منافقین اینها مسئله یک برادر بیاید یا وقتی که از همین منافقین یک برادر موحدی ما یک سخنی کفری را شنید شرکی را شنید منهجی باطل شنید و احمق مشرک به این برادر ما گفت که امانت است. این امانت داشتن خیانت به دین است. به شما فرض است که شرک و کفر امانت ندارید. شرک و کفر باید پیشه گیرید دارید. اگر شما وای کلمه کفری را گفت شرکی را گفت شما به امانت گفت شما جیم استادید و عقیده منتشر شد قسم به الله خیانت به الله و رسول و قرآن و سنت و دین مسلمین کردید. به من نه من پرت نکردم به قرآن و سنت کردید و این دین دینی الله است. این دین دینی همه ای ما است. این دین فقط دو تا طالبین حمایت نمیکند حمایت همه ما میکنیم موحدین. بعضی از برادرها وایمه میکند که میدان این آن حالا که در روی منافق بیا یک تا شهادت تو شنیدگی بدی شنیده گپت گوگت گرفته میره تو گپ نزن تو وقتی که شهادت داده نمیتونی تو کر فر پرتو به یک طرف ترسوی تو قسم به الله ما دیدیم برادرایی که وایمه میکند شهادت در رو بروی کفر یک آدم داده نمیتد شنید که یک آدم دین تحریف کرده شده است یک آدم عقیده باطل نصرت داده شده است آدمی وایمه به تگ کورپه در آمد گم نیست من خطا فهمیدم من دیگر خیلی فهمیدم این موج نیست الو گریخت رفت این چی شرمندگی است تو گپ نزن تو خواب رفت. برای همون این دین به طالب علمای مردک لازم است. همون نوریدین است که شما نوریدینی که در تاجیکستان از صوفی یک گپش در یادم هست یک وقتی ما گوش میکردیم میگه که ای مردم میگه طالب علما همین گپ خوب گفته است برای میگم این همه بدخش است اگر تو بزدل باشی نامرد باشی طالب علم نشو میگه این دین به مردک شدن در کره میگه نوری کشیه مردک شو میگه ما را همین میگیم ای پهلی طالب علم بوده شما ما را شب روز میگید که طالب علم حق گو یک تا شاهدی داده نمیتوانی کفر شنیدگی تا گفته نمیتوانی تو گپ نزن دیگر بمو اومده خودت شیف نشون نته تو خوب رو دلش خوبت زن موت دراز کردی ریشت دراز کردی خودت شیف گرفتی دوتا تورنو کشیدی 10 تا انجمنی کردی تو شیف نیستی. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که لیس محکم کنین میکروفون خواهش میکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که
ليس الشديد بالسرعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة. شدید به سرعت نیست. یعنی آدمی قوی لیس معذرت خواهی میکنم لیس القوی بالسرعه. آدمی قوی گفتم و در اسلام تیز دونده و مشق کننده و منظورم گفته کیف چشک شده گشتن نه. گفته گشتن زور نه. زور کسی که در عقیدش در توحیدش مرد بر این میستد. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وقتی که به بالای خرما بر آمدند و خرماکنی بر آمدند، صحابه ها از پایان دیدند و بعضی خنده کردند. پیامبر گفتند چرا خندیده ایستاده؟ چه حادثه است؟ برای آنکه عبدالله ابن مسعود کمی پاچوب همین ساق پایشون خراب بود، معده بود. گفتند خیلی پای خرابی معده دارد. رسول الله گفتند والله والله این انسان اگر چی پاش معده است در نزد الله مکانت دارد. یک آدم در نزد تو بیقدر است، لاغر است، قوه ندارد، کوچک است، اما در نزد الله از همه این عالم بالاتر است، زیرا که موحد است، صادق است، مرد است. در روبروی کفر شرک طاقت شنیدن و ایستادن ندارد. تو چگونه موحدی هستی که کفر شنیدی دینت دیگر کرد؟ تو تماشا میکنی، اول اومده میگوید که شهادت میدی، پگه میری شهادت میگردونی. تو خیلی مردی. با اینها از طالب علم دعوت میکنن که از یک طالب علمی که هیچ کس ندارد میگن که به تمام عالم بجنگ، میگن ابو محمد به تمام عالم بجنگ، میگن تکبیر الله اکبر انشاءالله حق میگویم. لیکن تو پالیتند یک آدم کفر گفت، شرک گفت، همون گفت و نه الو آواز نیست. یک هفته گم اینود تلفنش یک خشخش میکرد گم. الله المستعان. صبر. الله المستعان. برای همین برادر عزیزم یک منهج یاد بگیریم. به خاطر الله میگم وقتی که کسی که به دین ما بازی میکند، کذابی میکند، یک گپ میگوید و نگفتم میگوید، عقیده را دو سه خیل میکند، کفر و شرک میگد، برادر این جند تو باید به طالب علم خبر بدهی. تو باید مردک بری رو برویش بیستی. چه خیلی کنیم اینجا دو سه تا برادر اومدن که حاضر نه اومدن از پیش خودشون گفتن که من میستم مردک برین. الله برکتت بدهد. انمین ایستادن تو هزارها مراتب بلندتر از نماز تهجدی که شبانه بعضی ها میخوانند. برای چی؟ برای اینکه تو دین داری حفظ میکنی، تو حمایت میکنی، تو الله و رسول مؤمنین از منافقین پیش گرفتی، تو موالات به مؤمنین میکنی، به منافقین موالات نه حجرش میکنی. یکی از جهلایی که طالب علم نومش برآورد گفتم که ابو انیسی جاهل دیروز توبه کرد. در بین بعضی از برادرها برآمد است و گفت است که نماز تهجد خوندن برادرهای ما نماز تهجد نمیخوانند، اما در موضوع تکفیر صحبت میکنند. چی به در موضوع تکفیر صحبت میکند؟ حال تهجد نمیخواند. احمق جاهل، من به تو گفتم تو جاهلی در دین الله گپ نزن. همه طالب علم گفتم تو جاهلی در دین الله گپ نزن. یک قسم تکفیر اصول دین است. اگر تکفیر یهود و نصارای و مجوس و مشرکین نکردی کافری، تکفیر طاغوت نکردی کافری. آیا نماز تهجد و تکفیر برابر است؟ آیا نماز تهجد نخوانی کافر میشی؟ تکفیر طاغوت پرست واجبات دین است. آیا نماز تهجد واجبات دین است؟ و چرا این چنین در بین مردم عقیده اهل سنت بد نشان میدی؟ چرا نفاق میکنی؟ و چرا برادرانی که همین دیدن در رو بروش خاموش میستن؟ سوال به شما است ای مؤمنین، ای موحدین. این دین ما فقط رویم حمایت کنیم. و تو این چیز فهمیدی، میدونی، روی خاطر کردی، برو بگو که برادر، لااقل بگو که برادر از الله ترس. و این مستحب است، این یک قسمش اصل دین است، یک قسمش واجبات است. از الله ترس چی گفتی استی؟ گپ نزن، نه خاموش. همه به دهان آب گرفتگی. به ما میگویند و بعد از این میگن که امانت است، به ما التماس نگویید. اعوذ بالله. نه، شما مؤمنین
از جانب الله سنجیده میشوین. سنجیده شدن شما ای برادرها همین است که در نزدتون یک کس کفر گفت، همین کفر به راضی هستید یا نیستید؟ اگر راضی نباشید موعظه‌گویی بیان کنید، وگرنه به مانند همون کسی که استهزا کرد کافر شد، در پهلوش نشسته خاموش شد، دیگه هم کافر شد. در کوفه یک نفر مسیلمه کذاب کمی خوب گفت، یک مسجد همین بر رد نزد، کافر شد. شما هم کفر دیده خاموش هستید، کافر میشوید. من نمیگویم که شما ما را دفاع کنید، نه والله، ما احتیاج به دفاع شما نداریم. ما منهجمون قرآن است، سنت است، فهم سلف این امت است، همین کافی است به ما. الله ما را حمایت کند. اما شما دین خودتون را حمایت کنید، شما کافر میشوید اگر روبروی کفر به جیم استید. روبروی کفر به چه خیلی جیم میستید شما؟ شما نباید جیم استید. شما باید بگویید که این کفر است، این شرک است، این سخن نگو. خوشا به حال همین خیل برادرهای مردی که میبرایند روبروی منافقین شهادت میدهند. خوشا به حال همین خیل برادرایی که روبروی منافقین میایستند میگن که گپت خطا است. خوشا برادرای برای این موحدین که مشرکین جاشو میشنونند، اینها مردانند، اینها صادقانند، اینها در عهد و پیمانشون راست ایستادند، اینها موحدین واقعی هستند، دین الله هم میفروشند. الله به همه شما برکت بده. شیخ اجازتی صحبت کنیم ان شاء الله. بفرمایید. الله یستون کنه. با در یک جا شتگی بدیم که اما احمد اچکری قد یک احمد دیگر بحث کرده سبدن. می بعد یک برادر همونجا گوش کرده سبد سوال داد. احمد سوال احمد اچکری دیدن احمد دیگرش سوال گفت که می کفر چیه؟ که کفر حضور هم که تکذیب یاد کرده. بعدی برادر با سوال داد، اما احمد اچکری گفت مثلا کفر اوزی چیه؟ اینجا گفت تعویله، گفت کفر نیست، گفت مثلا بله انمی خیلی کذابین هستند. بله این وقتی که میگه که این کفر نیست میگه این تعویل است میگه. بله میگه تعویل است میگه. انمین شما باید فراموش نکنید، این شهادت خیلی ضرور برای ما، برای که من به بعضی از برادرها گفتم که این خبیث احمدی به نام احمدی قوری که مدرسه در ترکیه دارد، این جهمی کذاب، انمی خیلی گپ میگم و برادر به من گفت که نه وای عذری ها را تفصیل میکند، برای که به منم این دیگر خیلی این کذابی نبینید، هر کس به هر خیلی گپ میزند. بله حالا اون به این شهادت شما که من به این برادرها همین شهادت چند کس داده است، به منم در آخر وقت صحبتش به همین خیر رفته بود. اینا میگه که عذر المشرک میگه در اصل نظر کنید کفر نکرد، میگه این تعویل کرد میگه و ما تعویل کفر نمیگوییم، میگه این متشددا کفر میگه. برای من برادر اهل سنت خوارج میگه. فهمیدید؟ بله. بعد پس اون برادرها صحبت کردن، گفتن که همین مثلا تو کفر به طاغوت نفهمیده چیه؟ گفت که من از مایدکی مسلمان بودم، از مایدکی لا اله الا الله میفهمم. برادر میگن که از همین مایدکی مثلا معنای لا اله الا الله نفی داشتی، مشرکین برآورد داشتی، از مشرکین برآورد داشتی. میگم من مسلمان بودم. بله من میگم میدونستم. بله میدونستم. میگم انا این یک شهادت سیوم است. یک برادرم جای سوده کند اصلا گفتم که این صوفی قبوری بود. هم خیلی جمعه اوز ما رو بفهم بس انسان گفت شاگرد حکمت الله با سوسترای ای والله حکمت الله سوسترای او صوفی ها هیستوریه که دفعش درس لگن اونا هول میدونی نه؟ سبحان الله. میگه ما الله در همین استادمون حل شده. وقتی ما استاد سجده میگیم که الله سجده کرده، ولی آخر استاد گپ بسیار هستن ان شاء الله که کم میشه استاد همین که ما بشینیم صحبت بکنیم. نه والله این ما یک سال پیش دیدم شما ابو عبدالرحمن که سیویاز باشید، ابو عبدالرحمن که انس هم شما اصلا هم سیویاز باشید که هر وقت که شما خبرته ببینید انا این آدم احمدی قبوری حلولی مشرک میگه که نه من همون وقت مشرکی من مسلمان بودم. گفت این خودش عذر المشرکه. برای همون بعضی برادر گفتم که ای برادرها این من هستم که این حال عذری نگفتم.
او دیگه برادرها اینا عذری میگوید، برای اینکه دیگه برادرها دلیل دارد. انا من حاضر که گشته من اینا عذری میگم، خودش عذر المشرک میگم. برای اینکه وقتی که مشرک مسلمان میشد باید چگونه مشرک مسلمان شد؟ گوید که انمی منهج من شرک بود، من مشرک بودم، توبه کردم مسلمان شدم. وقتی که ابوبکر صدیق وقتی که مانع الزکات مرتد شدند، ابوبکر صدیق اونها را توبه به اسلام کرد. چی گفت ابوبکر صدیق؟ گفت که توبه کنید. اونها گفتن که تمام توبه کردیم. نه، توبه فقط توبه کردیم و لا اله الا الله نه. شما میگویید که کافر شدیم به سبب همین عمل، کافر بودیم اناکنون گشته مسلمان شدیم، کشته های ما جهنم برفت، کشته های شما جنت برفت. اگر یک آدم مشرک صوفی قبوری بود بعد از این گفت که من موحد در جماعت موحدین است، اما در جماعت موحدین اومده گفت که نه من در حالت مشرکی من مسلمان خودم حساب میکنم، این مرتد است. این حالی در اصل نظر کنید این عذری نه، این مشرک است. برای چی؟ برای اینکه این همون شرکی بوده، همون کفری که بوده است، همون حالی رد نکرده جهل عذر گفته خودش مشرکش به فتوا داده است. هم مشرک است هم عذر المشرک است. ببینید هله این رنگ اینا رو ببینید. الله به شما برکت بدهد. انس و اسلم الله انمی خیل برادرای صادقه مردک به کلیبت برای این امت زیاد کند که مردک بر این گوید ما هم گوید تمام. چی به این راه دعوت از خش خوشک پاک کردن هست یا نیست؟ خانه به تعمیر نیاز دارد. آب اگر به خانه‌تون به باغچه‌تون آب برید، همین جوی‌های از خس و خاشاک تازه کرده میشید که آب رود. این دعوتی که ما به مردم میرسونیم دعوت سنت، باید ما این دعوت از گردش که خس و خاشاک است تازه کنیم. دوزها هست، از این دوزها این دین نگه داریم. منافقین است که در آمده فریب داده با دین روش سیاه میکرد، نگه داریم. این به ما به برادرای صادق پهلوان به الله دهد مثل شما زیاد باشد. ولیکن الحمدلله همه این فهما شد و ما برادرای اهل سنت و الجماعت در حقشون از الله دعا میکنیم که ای الله این برادرهای ما که به همین فتنه گرفتار شدن به خوبی از این فتنه برآمدن به نصیب کن. الله برادرهای بیچاره صادق ما که بسیاریش از توحید دور بود، توحید فهمید در آمد و بعد از به توحید در آمدن این منافقین، این جهال، این صوفی بفش صوفی کذابین، این خوبسای مشرکین برادرهای ما را فریب دادند. این بیچاره ها به دویون فتنه غلطیدند. الله حفظشون کن. لیکن برادرها شما دانید که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه که الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الف لام میم. ای مؤمنین خوب گوش بکنید، برای شما است. مردم شما همچنین میپندارید که وقتی که گفتید که من ایمان آوردم، من مؤمن و موحد شدم، ما دیگر شما رو نمیسنجیم. الله میگه به شما مؤمنین که ای مردم اگر شما گفتید که من مسلمان شدم، موحد شدم، آیا فکر میکنید که ما دیگر شما را نمیسنجیم، امتحان نمیکنیم؟ نه، میگه الله وقتی که گفتی که من مؤمن شدم، توحید قبول کردم، حتما شما را میسنجیم. میگید برای چی؟ برای اینکه تو که الله آشکار واضح هم به خودت و به هم به همه و هم به ملائکه ها و هم در روز قیامت با به پیش چشمت میبرد که کی کاذب است تو، یعنی کی دروغگو در دین و در عقیدش است و کی راستگوی و راست قول و راست ایمان آورده است. و این آیت همین روز آشکار و واضح ما دیده شدیم. همین روز آشکار و واضح دیده شدیم که بعضی هایی که دروغ گفته بودند، فریب میدادند، الله برای اونها اجازت داد، وقت گذشت و توبه نکردند. 1 سال 2 سال 3 سال در بین ما فتنه کردند. از سال 2020 اینها همراه شده بود، فتنه کردند، اما الله اینها را آشکار کرد. منافقین آشکار کرد، این خوبسا را آشکار کرد، این مشرکین آشکار کرد، این زن طلاقا را آشکار کرد. احمد قاری مشرک کافر زن طلاق است، زنش برای این حرام است.
همین خوره مباحده که ما داده بودیم و مباحده اگر خودش هم گشته عقیده این مشرک بگشته مشرکه نشده باشد وای برای این حرام است. ولیش برادری که پدری همین است باید اول جدا کند و ما این چیز طلب میکنیم. ما این چیز طلب میکنیم. چیزی که ما سبب شده ما گشته طلب میکنیم. مدرسیش به کسی که نصرت دادگی بود از این گشته کشیده گیرد، نصرتی دادگی تا کشیده گیر گشته، نصرت نته دیگه این به حرام است. فرزندت نفرست حرام است. برای که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت در حدیث از علی رضی الله عنه آمده است، از علی رضی الله عنه آمد که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند حالا مشرک بنه حالا مبتدی به نصرت دادن لعنت الله بود گفت. همین مبتدی یا همین مشرکین گپش شنیده دو خیانتش شنیده دو خبر ندادید لعنت الله میبرد به شما برای که شما و به کمک کردید. همین خوبسای مشرکین مبتدعه به نصرت دادید و یاری کردید لعنت الله به شما میبرد. این سخن رسول الله است. من گپ نزنین. پیامبر صلی الله علیه و گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن الله من غیر منار الارض لعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى محدثا. الله لعنت کند کسی که زمین حدودش تغییر میدهد و الله لعنت کند کسی را که پدر و مادرش لعنت میکند. اکو گوش کن. اکو تو پهلی و نشسته یاردم کردی، کمک کردی، طرفداری کردی یا که گپش پنهان کردی و نصرتش دادی. گپ این خوبسا را پنهان کردن نصرت دادن است. انا کل لعنت الله به خودت گوش کن که پیامبر میگن الله لعنت کند کسی را که مبتدع را محدث مبتدع را نصرت دهد. نصرت مبتدع چی است؟ بعد از کفر همین شنیدن با همین دفاع کنی. کفر و کفر نبوی یا که کفر و برادرها بر رسون نرسونی، کفرش روش ضدیت نکنی، کفر و شرک امانت گفته عقیده اهل سنت تو به زده است، امانت گفته نگاه داری، خیانت به امت کردی، خیانت به قرآن و سنت کردی، لعنت الله بر تو بود. چخیلی که پیامبر گفت. بعد از این سخنها با رفتی به مدرسیش، با زنش دادی، با کمکش کردی، با یاردمش کردی، لعنت الله بر تو بود گفتن. چخیلی که پیامبر گفت. الله غیرت ما را دین الله به زیاد بکند. الله ثابت قدم در این دین همه ما را نگه بدارد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.